سلام، حالتون چطوره؟ خوبی؟ مرسی. شما خوبی؟ الان استرس درسته؟ آره. بچه‌ها ما اینجا برای اولین بار دیت استایل داریم، یعنی شما اونجا اومدید که برای شخصی که نمیشناسیدش یه لوکی رو استایل کنید، یه ست لباسی رو استایل کنید و اینکه خودتون رو معرفی می‌کنید. سلام، صبا هستم، 21 سالمه. همین 21 سالمه، رشته طراحی لباس درس میخونم. دیگه چی بگم؟ و همینقدر کافیه. حالا تو روال کار ازت سوال بیشتر می‌پرسیم. شما؟ سلام، ارشیا هستم، 20 سالمه و تو رشته بازیگری درس میخونم. دیگه آفرین، خیلی هم عالی. بچه‌ها یه سری سوالات رو، یعنی 3 تا سوال میتونید از همدیگه بپرسید. 3 تا سوال هم ما از شما میپرسیم، یعنی مجموعاً جواب 6 تا سوال دارید. اوکیه؟ اوکی. خب سوالاتی که ما میپرسیم از شما. عشا جان، متولد چه ماهی هستی؟ اسفند. و اینکه قدت چقدره؟ 1.78. چند کیلویی؟ 62. 1.78. 62. چند کیلو؟ 62. 62. صبا جان، ماه تولدت و قد و وزن؟ مرداد 1.65 و 50 کیلو. خب خیلی عالی. مشخصات ظاهری همدیگر رو خوب مسلما می‌دونید الان. و اینکه تعلق برسونن نبید کنن. 3 تا سوال هم از هم دیگه بپرسیم. عرشه جان شما بپرس. 2 تا رنگ مورد علاقتون؟ نه دیگه، زرنگ‌بازی مثلا گول چراغ جادو 3 تا آرزو داری، میخوام 10 تا آرزو داشته باشم، نمیشه. خب یه دونه سوال میتونی بپرسی. تو یه سوال باید یه سوال باشه، نه 6 تا سوال تو یه دونه سوال بگو اونجوری بگی. من یه تقلب میرسم، کلا رنگای روشن زیاد میپوشم، حالا بیشتر صورتی یا سی اینا. خب دیگه زیاد نمی‌تونم. خب موهای سرتون کوتاه یا بلند؟ بلند. موهای سرتون موهای بلند. موهای یه ذره استرسه دیگه. آره واقعا. خب سوال بعدی. رنگ چشاتون؟ قهوه تیره. تیرا؟ تیره زیاد نه مثلا. خب سوال تو 3 تا سوال تو بپرس. سبکی که بیشتر لباس میپوشی چه جوریه؟ من معمولا آزاد میپوشم. چرت میگی؟ آزادم شلوار کجاست؟ بعد رنگی که بیشتر میپوشی، بیشتر استفاده میکنی؟ سیاه، مشکی. من میپرسه. معلومه کلی هم سجی بلک زدی معلومه. سفید هم میپوشم. خب بعد رنگ مو چی؟ چه رنگیه؟ هایلایت مشکی کرده، سوزنی. مشکیه. مشکی. یه آدمه که کلن مشکی. سوام یه آدمیه که کلن بنفشه ملو. خب 3 تا سوالتون هم که پرسیدید، ما یه تعداد لباس بهتون میدیم که استایل کنید و یه موقعیت مکانی بر اون لباسی که باید استایل کنید بهتون میدیم. اوکی؟ خب یه کافه، یه بار، یه بار تو ساحل، بغل ساحل، ساعت 8 شب با دوستاتون میخواید جمع شید، یعنی دور هم جمع شید، برید اونجا یه ذره خوش بگذارونید، برای هم دیگه لباس استایل کنید. اوکیه؟ اوکی. بریم ببینیم چیکار می‌کنم بچه‌ها. لباسی که استایل کردید و من دارم میبینم، شما نمیتونید ببینید. خب بذار اول پرده رو برداریم، یعنی اون چیزی که وسطتون رو برداریم، استایلی که واسه هم دیگه زدید رو ببینید، بعدش بریم جلو آینه قشنگ نظر بدید راجع به استایلی که زدید. موافقید؟ آره. اوکی. بچه‌ها زحمت پرده رو میکشید. بچه‌ها برگردیم.
سلام. پاشید نگاه کنید مثلا استایلی که زده من که راضیم. که سلیقه‌ام خوبه. خب بچه ها میتونید بیا جلو آینه جزئیاتش بدن اشتنال ببینید. خواهی شما من که اوکی هم خوبه، ولی این اگه مثلا اگه بیرون میشد به نظرم بهتر میشد. چون کمرش و اینا میخواستیم که مثلا مشخص بشه یه فضایی بین دوتا آیتم قرار بگیره، به نظر من حالا بهتره که داخل لباس باشه، چون یه دفعه مثلا خیلی گشاد میشه دقیقا توی همین استایلی که الان اتفاق افتاده بینه. خب اگه مثلا تیشرت گشاد بود، گشادتر بود، بیرون میافتاد بهتر نبود، چون تیشرت یه ذره جذبه، برای همون گفتم که اگه بیرون میشد بهتر. سلیقه‌ای ولی از نظر استایل حالا آره نه اون اوکی، فقط همین مسئله بود که اوکی. حالا من بگم بفهم. کلا از نظر این که حالا وایب واقعا ساحل و دریا رو اینا رو میده خیلی خوبه. واقعا به عنوان شخصی که حالا پسر استایل کرده یه دختر رو، ولی هم بالا تنم هم پایین تنم دوتایشون گشاده و باعث میشه آدم چاق نشون داده شه. خب یکی از دلایلی که حالا انتخاب نمی کنمش واسه حالا مثلا ساحل و کافه حالا دم ساحل و اینا به خاطر اینه، ولی در کل خیلی تناسب رنگ رو تونستی رعایت کنی، خیلی خفنین. و من اگه بودم برای ساحل صندل انتخاب میکردم. آره برای کفش، برای خانم کفش رو به خاطر اینکه اون رو انتخاب کردم، دیدم اون کفش بیشتر به این لباس ها میخوره تا صندل، اینجوری که من حس کردم. حالا این هم سلیقه‌ایه. آره دیگه دقیقاً. خب لایک و دیسلایک بدید به استایلی که واسه هم دیگه. اول تو شما اول. آره من اوکی هم. اوکی شما نه اوکی نیست. دیگه سلیقه‌ایه دیگه. گفتن صندل بیاریم اوکی بگیر. آره یه صندل بیاریم بشه اوکی بگیره ها. اوکی میشه صندل. چون هم بالا تنم هم پایین تنم خیلی گشاده، حس چاق بودن اصلا به بیننده از نظر بصری. چون از اون لحاظم که گفتم مثلا لب ساحل میخوام این آدم راحت باشه، معمولا برای آره همون مثلا یه گشادیشم میشد اضافه کرد، یه کاری میشد کرد که حالا یا بالا تنه مثلا من مادم تیشرت انتخاب کردم که یه فاصله بیفته یه سره نباشه. آره میشد این کار رو. بچه دمتون گرم. این اولین دیت استایلی ایران بود و شما اولین شرکت کنندش. حس جالبی داشت. چی؟ خیلی مالی. مرسی. دمتون گرم. مرسی از شما. حالا شما که دیسلایک دادی، شما هم لایک دادی. من ترجیح دادم لایک کنم، حالا درسته میگه خواهر من خوب داره ولی چشم شکن حالا چه نتی گذاشت این حالا لایک. بچه روز خوبی داشته باشید. دمتون گرم. مرسی. راستی این لباسایی که استایل شده واسهتون از طرف مجموعه خوش استایل به خود شما هدیه داده میشه. شما میتونید واسهش صندل بگیری، کمر، اکسسوری، شما میتونید تیشرت رو بذاری شلوار استفاده کنید. بچه‌ها خداحافظ. خداحافظ.